خانه شماره 13 در محله قدیمی و فراموش شده تهران قرار داشت. خونه‌ای که تاریخچه‌اش با داستان‌های مرموز و خشونت آمیز گره خورده بود. تو دهه 1360 این خونه شاهد جنایت‌های وحشتناکی بود که قربانیانش زنان و کودکان بودند. مردی به نام شاهرخ صاحب اولیه خونه به دلیل رفتارهای سایکوپاتی و خشونت شدید علیه خانواده‌اش به بدنامی رسیده بود. همسایه‌هاش گاهی صدای جیغ‌های شبونه و ضربات وحشتناکی رو میشنیدند، اما هیچ کس جرئت نمی‌کرد مداخله کنه. گزارش‌هایی از ناپدید شدن افراد، آتش‌سوزی‌های عجیب و رد پای خونی روی دیوارها تنها بخشی از افسانه‌های پیرامون این خونه بود. نیما، سارا و هومن، 3 دانشجوی روانشناسی تصمیم گرفتند درباره تأثیر محیط‌های نفرین شده روی ذهن انسان مطالعه کنند. پروژه‌ای که قرار بود فقط جنبه علمی داشته باشه به کابوس غیر قابل تصور تبدیل شد. اونها وارد خونه‌ای شدند که بوی مرطوب خاک و دیوارهای پر از ترک سکوتی مرگبار به فضا داده بود. دفترچه‌ای در اتاق نشیمن پیدا کردند که حاوی نوشته‌هایی درباره گذشته تلخ این مکان بود. شب اول نیما صدایی را از طبقه بالا میشنوه. وقتی وارد اتاق میشه، آینه شکسته توجه اون رو جلب میکنه. تصویر خودش رو تو آینه تار میبینه، اما انگار کسی پشت سرش ایستاده بود. اون این تجربه رو به سارا و هومن نگفت، اما دفترچه رو مطالعه کرد. توی دفترچه توصیف‌هایی از شاهرخ وجود داشت. او از کنترل بر قربانیاش لذت می‌برد، اما تو تنهایی با عذاب روحی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کرد. تحلیل روانشناختی نشون میداد که شاهرخ از اختلال شخصیت ضد اجتماعی رنج می‌برد و خشونتش ناشی از کودکی پر از آزار و خشونت. شب دوم سارا صدای گریه‌ای از زیر زمین شنید. اون به همراه هومن به زیر زمین رفتند و با جعبه چوبی مواجه شدند که با زنجیر بسته شده بود. نیما با چراغ قوه نزدیک شد و زنجیرها رو باز کرد. داخل جعبه استخوان‌های یک انسان و چندین شیء شخصی از جمله یک روسری خونی پیدا شد. نیما که حالا متوجه شد این خونه بازمانده خشونت‌های جنسی و قتل‌های وحشیانه است، گفت این مکان خودش یک قربانیه. خشونت اینجا ثبت شد و هرگز پاک نشد. هر یک از اعضای گروه به نوعی تحت تأثیر تجربیات این خونه قرار گرفتند. هومن دچار کابوس‌های شبانه شد و مدام صحنه‌های خشونت آمیز می‌دید. سارا حس می‌کرد کسی مدام او را تعقیب می‌کنه و نیما دچار وسواس فکری نسبت به دفترچه شد. فضای خونه به گونه‌ای بود که ضمیر ناخودآگاه افراد رو تحریک می‌کرد و اونها رو مجبور به مواجهه با ترس‌های عمیقشون می‌کرد. قربانیان شاهرخ هنوز تو قالب انرژی‌های منفی توی این مکان حضور داشتن. تو آخرین شب نیما تصمیم گرفت دفترچه رو بسوزونه تا شاید نفرین این مکان از بین بره. اما همون لحظه چراغ‌ها خاموش شدن و صدای پاهایی که نزدیک می‌شدند فضا رو پر کرد. سایه‌ای تو تاریکی ظاهر شد که انگار مستقیما به سمت اونا می‌اومد. اونها با تمام توانشون به سمت در فرار کردند، اما در خروجی ناپدید شده بود. صدای شاهرخ تو گوششون پیچیده شده بود. اینجا همیشه مال من خواهد بود. با گذشت چند هفته از تجربیات ترسناک اونها تو خونه شماره 13، هر کدوم از 3 دانشجوی روانشناسی به شیوهی متفاوت با تأثیرات اون مواجه شدند. نیما که روزها به شدت دچار افسردگی بود و شبها تو کابوس‌هایی از خشونت و ترس غرق می‌شد. احساس می‌کرد که ذهنش به تدریج در حال فروپاشیه. اون به یاد می‌آورد که در اون شب‌های تاریک، هنگامی که تو خونه شماره 13 قدم می‌زد، چیزی تو دل خونه
با روحش درگیر شده بود، چیزی که حتی نمیتونست اون رو توصیف کنه. انرژی های منفی که روی ذهن تأثیر میذارن. این جمله به طور مکرر تو ذهنش میچرخید. سارا از سوی دیگه به عنوان روان درمانگر در تلاش برای کمک به دیگران بود، اما تو دل خودش احساس میکرد که هیچگاه نمیتونه از سایه های خونه شماره 13 فرار کنه. حتی تو معتبش گاهی احساس میکرد که چیزی از اعماق گذشته در حال پیگیری اونه. این احساس ترس و بیقراری باعث شد تا به تدریج قدرت مقابله با مسائل شغلی خودش رو از دست بده. هومن که همچنان درگیر کابوس‌های شبانه و تصاویر وحشتناک بود، تو یک حادثه مرموز جون خودش رو از دست میده. برخی از شاهدان میگن که اون تو شب حادثه به طور ناگهانی از ماشین خودش پیاده میشه و تو دل تاریکی به سمت جاده‌ای که هیچ کس نمیدونست کجا میره قدم گذاشت. پس از اون هیچ کس دیگه اون رو ندید. با گذشت زمان سارا به تحقیق درباره روانشناسی مکانهای نفرین شده و اثرات اونها روی ذهن انسان ادامه داد. اون به تحلیل برخی از اسناد تاریخی و روانشناسی موجود تو کتابخونه‌های مختلف پرداخت و متوجه شد که خونه شماره 13 نه تنها روی روح انسان‌ها بلکه روی روانشناسی اونها نیز تأثیر عمیق داره. خونه‌هایی با تاریخچه‌ای از خشونت، به ویژه مکان‌هایی که در اونها جرم‌های جنسی یا قتل‌های وحشیانه رخ داده، میتونه حافظه ترسناک از خود به جای بذاره که افراد رو به نوعی شکنجه روانی گرفتار میکنه. سارا تو تحلیل خودش نوشته در چنین مکان‌هایی احساسات قربانیان گذشته ممکنه در قالب انرژی‌های منفی یا خاطرات تراوش کنه، به موجودات زنده منتقل بشه و این فضاها قادرن روان انسان‌ها رو به سمت درک و مواجهه با ترس‌های ناخودآگاهشون سوق بدن. با اینکه سارا، نیما و هومن تلاش کردند تا از تأثیرات خونه شماره 13 فرار کنند، اما اونها هرگز از گذشته این خونه رهایی نیافتند. سارا به عنوان روان درمانگر به تدریج متوجه شد که همچنان در حال پردازش تجربه های خود از اون مکانه و این تأثیرات به تدریج تو جلسات درمانیش با بیماراش ظاهر میشه. گاهی اوقات اون حس میکنه که بیمارانش به نوعی از همون ترس‌ها و تجربه های ذهنی که خودش داشته رنج میبرن. نیما که مدتها تحت درمان روانشناختی قرار گرفته بود، به تدریج به این نتیجه رسید که باید به دنبال حقیقت باشه. اون به جستجوی بیشتر در مورد گذشته خونه شماره 13 ادامه داد، اما هرچه بیشتر میکوشید تا پاسخهای دقیق بیابه، بیشتر در میانه تاریکی گم شد. در آخر سارا همچنان در حال درمان افراد آسیب دیده از خشونت‌های مختلف، اما حتی تو خواب هم این احساس رو داشت که گذشته به تعقیبش میاد. دفترچه‌ای که روزی پیدا کرده بودند اکنون در موزه نگهداری میشه، اما شایعاتی در میان مردم وجود داره که نفرین خونه شماره 13 همچنان به دنبال قربانیان جدید میگرد. نیما هم در نهایت به جایی رسید که دیگه نمیتونست از تجربه‌هاش فرار کنه. او روزها به اعماق تاریخ خانه شماره 13 میپرداخت و شبها در میان کابوس‌های ترسناک و تجربه‌های روانی فراموش نشدنیش غرق میشد. تاریکی خونه شماره 13 دیگه فقط تو دیوارهای اون خونه نبود، بلکه به درون ذهن افراد هم نفوذ پیدا کرده بود و دیگه هیچ کس نمیتونست از سایه‌های اون رهایی یابد.